پس از درگذشت داریوش بزرگ در 486 پیش از میلاد، پسرش خشایارشا که مادرش آتوسا دختر کوروش کبیر بود، تاج هخامنشیان رو بر سر گذاشت. در ابتدای سلطنت با 2 شورش بزرگ در مصر و بابل روبرو شد، اما با اقتدار هر 2 شورش رو در 485 پیش از میلاد سرکوب کرد. خشایارشا بیش از جنگ به آبادسازی علاقه داشت و دروازه ملل رو در تخت جمشید ساخت. اما تبعیدی‌های یونانی و مردونیه داماد داریوش خشایارشا رو به جنگ با یونان ترغیب کردند. در 481 پیش از میلاد خشایارشا لشکری عظیم آماده کرد. او در بهار 480 پیش از میلاد به سوی تنگه هلسپوند حرکت کرد. مهندسان هخامنشی در شاهکاری بی‌نظیر پلی از کشتی‌ها روی هلسپوند ساختند که آسیا و اروپا رو به هم وصل کرد. این پل راه رو برای ورود ارتش پارسی به شمال یونان باز کرد. تاریخ‌نگاران مدرن تعداد ارتش رو بین 80 تا 180 هزار نفر تخمین زدند. بزرگترین لشکر جهان باستان. این لشکرکشی نقطه عطفی در تاریخ هخامنشیان بود.